چرا وقتی همه چیز خوبه باز هم احساس پوچی میکنی؟ یه سوال ازت دارم. الان توی زندگیت کار داری، خونه داری، آدم‌هایی هستن که دوستت دارن. حالا بپرس از خودت، آیا شادی؟ نه خوبم که به همه میگی، واقعاً بپرس. اگه جوابت نه یا نمیدونم بود، این ویدیو برای توه. یه خلأ، یه سردی، یه همه چیز هست ولی یه چیزی نیست. انگار از پشت یه شیشه به زندگیت نگاه میکنی. این حس اسم داره، ریشه داره و جواب داره. ولی جوابش اون چیزی نیست که فکر میکنی. سال 1960 ویکتور فرانکل بازمانده کمپ‌های مرگ نازی داشت سخنرانی میکرد. یه نفر پرسید چطور تونستی زنده بمونی؟ فرانکل گفت چون یه دلیل داشتم. و بعد یه جمله گفت که دهه‌هاست توی ذهن آدما موند. آدم میتونه تقریباً هر دردی رو تحمل کنه اگه بدونه چرا زنده است. ولی بدون چرا حتی راحتی هم تبدیل به زندان میشه. یه لحظه با این جمله بمون. فرانکل داشت از کمپ‌های مرگ حرف میزد، ولی انگار داشت از خیلی از زندگی‌های مدرن هم حرف میزد. چرا این اتفاق میفته؟ مغز تو برای بقا طراحی شده، نه شادی، نه رضایت، فقط بقا. برای بقا مغز هر چیزی که دیگه تهدید یا فرصت جدیدی نیست رو به پس زمینه میفرسته. اسم این مکانیزم سازگاری لذت بخشه. یعنی هر چیزی که بهش برسی مغز بهش عادت میکنه. هیجانش کم میشه، رنگش کم رنگ میشه. اون روزی که ماشین جدیدت رو خریدی هیجان زده بودی. یه ماه بعد فقط یه وسیله رفت آمد. همین اتفاق برای خونه میفته، برای ترفیع، برای رابطه، برای هر چیزی که فکر میکردیم وقتی بهش برسیم همه چیز درست میشه. تحقیقی روی برندگان لاتاری نشون داد که 6 ماه بعد از برنده شدن سطح شادیشون برگشته بود به همون قبر. این یه باگ نیست، یه فیچره. ولی نتیجهش اینه که هر چقدر هم که داشته باشی عادی میشه. حالا دنیای مدرن هم اضافه کن. دنیایی که هر وقت احساس کردی پوچی، یه ریلز، یه اسکرول، یه سرگرمی. مغز یاد گرفته هر ناراحتی رو سریع خاموش کنه، ولی این خاموش کردن علت رو از بین نمیبره، فقط صداش رو قطع میکنه تا دفعه بعد. یه تفکیک مهم که شاید مهمترین چیزی باشه که توی این ویدیو میگم. 2 نوع خوشحالی وجود داره. اول لذت، کوتاه مدت، تموم میشه. هر بار به مقدار بیشتری نیاز داری. دوم شکوفایی. این رو ارسطو مطرح کرد. تبدیل شدن به بهترین نسخه ممکن خودت. زندگی بر اساس ارزش‌هات، رشد کردن، احساس کردن که هستیت اهمیت داره. شکوفایی حتی وقتی سخته ارضا کننده است. لذت حتی وقتی آسونه ممکنه پوچ باشه. ما تقریباً همه وقت و انرژیمون رو صرف لذت می‌کنیم و بعد تعجب می‌کنیم که چرا پوچیم. فرانکل یه اسم داشت برای اون حس، خلأ وجودی. میگفت این خلأ خودش رو به 3 شکل نشون میده. اول افسردگی، اون سردی صبحها، اون چه فرقی میکنه؟ دوم پرخاش، اون عصبانیتی که دلیل مشخصی نداره. سوم اعتیاد، نه لزوماً به مواد، به کار، به تایید، به سرگرمی، هر چیزی که اون خلأ رو برای یه لحظه پر کنه. کدوم از اینا برات آشناست؟ یه چیز مهم دیگه. میهای چیکسنت میهای دهه‌ها روی یه سوال کار کرد. چه لحظاتی آدم‌ها واقعاً زندن؟ جوابش جالب بود. نه لحظاتی که راحت بودن، لحظاتی که کاملاً غرق یک کار بودن. وقت از دستشون رفته، فراموش کردن گشنن. این حالت رو فلو نامید. و توی فلو مغز یه مجموعه‌ای از مواد شیمیایی ترشح میکنه که هیچ سرگرمی و هیچ خریدی نمیتونه تولیدش کنه. فلو کی اتفاق میفته؟ وقتی مهارتت با چالشت توازن داشته باشه. نه خیلی آسون، نه خیلی سخت. دقیقاً سر مرز توانایی‌هات. پوچی اغلب اتفاق میفته وقتی این توازن نیست. داری تکرار میکنی، نه رشد، فقط تکرار. ریشه پوچی کجاست؟ 3 تا ریشه اصلی. اول، زندگی که طراحی نکردی. خیلی از ما توی مسیری هستیم که جامعه و خانواده برامون طراحی کردن. درس بخون، شغل پیدا کن، ازدواج کن، پیشرفت کن.
هیچ کدوم از اینا بد نیستن، ولی اگه هیچ وقت نپرسیده باشی آیا این چیزیه که من میخوام، یه روز بیدار میشی توی زندگی که مثل لباس دیگری تنته. دوم، اتصال قطع شده. انسان نیاز داره احساس کنه به چیزی بزرگتر از خودش متصله. دنیای مدرن این اتصال رو قطع کرده. با صفحه ها ارتباط میگیریم، نه با آدما، و احساس میکنیم تنهاییم، حتی وسط جمعیت. سوم، رشد متوقف. وقتی هر روز مثل روز قبله، وقتی دیگه چیزی یاد نمیگیری، وقتی هیچ چالشی نداری، روح آدم میخوابه. پوچی نشانه متوقف شدنه. یه اشتباه رایج. بعضیا وقتی پوچی احساس میکنند میگن باید همه چیز رو عوض کنم. شغل، رابطه، شهر. همه چیز رو عوض میکنن. چند ماه بعد همون پوچی. چرا؟ چون پوچی از بیرون نمیاد، از درون میاد. هر جا که بری خودت رو باهات میبری. تغییر بیرونی بدون تغییر درونی فقط مکان پوچی رو عوض میکنه. فلاسفه بودایی هزاران سال پیش یه چیزی گفتن که الان علم داره تاییدش میکنه. من ثابتی وجود نداره. اون چیزی که فکر میکنیم خودمون هستیم یه جریانه، نه یه چیز ثابت. و نتیجه‌ای که گرفتن جالبه. گفتن این آزادیه. وقتی بفهمی که من ثابتی وجود نداره، گذشتت تو رو حبس نمیکنه. هر لحظه میتونی یه انتخاب جدید باشی. اگه من ثابتی وجود نداشته باشه، دیر شدن هم وجود نداره. حالا عمل. اول ساکت شو. هر روز 10 دقیقه بدون خوشی، بدون محتوا. فقط با خودت باش. پوچی توی سر و صدا گم میشه. دوم، بپرس آخرین بار کی زنده بودی؟ نه خوشحال، زنده. اون لحظاتی که وقت از دستت رفت. اونجاست که معنا پنهانه. سوم، بده نه فقط داشته باش. معنا از دادن میاد. کمک کردن، یاد دادن، ساختن. آخرین بار کی یه چیزی دادی که هیچ چیزی در عوضش نخواستی؟ چهارم، یه چالش درست بساز. یه چیزی که هنوز بلدش نیستی. مبتدی بودن یعنی داری رشد میکنی. پنجم، با یه نفر واقعی صحبت کن. رو در رو، نه پشت صفحه. اتصال انسانی چیزیه که هیچ محتوایی جایگزینش نمیشه. یه چیز آخر، پوچی نشانه شکست نیست. نشانه اینه که داری بزرگتر از زندگی که الان داری فکر میکنی. که یه ظرفیتی توی تو هست که هنوز پرش نکردی. فرانکل میگفت معنا پیدا نمیشه، ساخته میشه با انتخابهایی که هر روز میکنی. و این انتخاب هر لحظه ممکنه، حتی الان. یه سوال برات دارم. به نظرت پوچی بیشتر از کجا میاد؟ از نداشتن؟ از نبود معنا؟ یا از چیز دیگه؟ جوابت رو توی کامنت بنویس. نه جواب فلسفی، از تجربه خودت بگو. دوست دارم بدونم تو چی فکر میکنی. اگه این ویدیو بهت ارزش داد، یه لایک بذار و اگه میخوای هر هفته اینجور حرفها رو بشنوی، سابسکرایب کن. مراقب خودت باش.